طلاهران چطوری؟ بچه ها تیکه پیدا کردم و برای خیمون بغل ماشینه 5 دقیقه است من آمارشو میگیرم بریم ببینیم سوار میشه یا نه. خدای با امید تو بچه ها دعا کنید برام که ماشین همیشه خفنش کردم. شیشه این برم میدم پایین. خانم ببخشید. سلام. خوب هستی؟ آدرس میخواستم. مستقیم به کجا میخوره؟ بله. میشه با هم دیگه بدیم؟ من تنها حوصله‌ام هم سر رفته. نه. چرا؟ نمیشه دیگه. آخه خانم شما که من اینجا داشتم یه رو میدیدم تنها بودی. منم که اینجا تنهام. اینم بازومه نگاه. بچه اینجوری ورزشکاری هم سالمی هم. الان میدونم اینجا هستی 10 تا پسر تا حالا اومده. یکیشو قبول کن دیگه چی میشه؟ بعد از منم هر کی بگو من دوست پسر دارم. نه. دوست پسر داری؟ نه. خانوم دوست پسر بدنساز امیر 206 تمام آپشنایی که یه پسر احتیاج داره من دارم. چرا الکی نه میکنی؟ بشین دیگه. چیه دسته؟ این هیچی گوشی دستم نگه داشتم منتظرم شما زنگ بزنی. هیچی نیست بیاتا اینجوری نگهش میدارم. شماره‌مو داری؟ شماره‌ت هم ندارم ولی سیف بگو دیگه شماره‌تو. نه نمیگم. چرا الکی نه میکنی؟ به خاطر که ماشین از من خفن داره؟ خب باشه میام. این چجوری شو الان میای یا نمیای؟ واقعا میگه اسکل کردی؟ نه نمیام. اذیت نکن دیگه درو باز کردم. بشین دیگه. نمیشه دیگه بیشتر خواهش کن. حالا بشین بقیه خواهشا من داخل میکنم چی میشه؟ باشه. خوب هستی؟ خیلی ممنون. دوست پسر که نداری؟ نه. ما ماشین دوست پسر نباشه؟ نه. ماشین خودمه. واقعا؟ بعد مدل چنده؟ میگن دخترها هم پرستن. چه خوب شد که تو با شاسی بانه سوار 206 شدی. نه من مدل نیستم. من دختر فقط یه چیزی این گوشی که دست منه من دارم دوربین مخفی ضبط میکنم داخل یوتیوب هم میذارم. از تو که خوشم اومدم اصلا کاری به ویدیوش ندارم. اشکال نداره که ما اینو چیزش کنیم بذاریمش داخل یوتیوب. خوشت نیومده؟ نه خودش هم اومده ولی خب دیگه دوستیمون میخوام شروع دوستیمون اینجوری باشه دیگه که هم خاطره بشه. اوکیه واقعا خوب افتاده باشه. خوشگل افتاده. یه لایک نشون بده. تمام بچه‌ها به خاطر من به خاطر 206 ننشستی که زبونم گرفت. واضح خودم باشه دست شما بچه‌ها سابسکرایب کنید. خدا